در لابلای همه این سالها یک ماجرای شنیده نشده‌ای وجود داره در رابطه با آبهای آلوده، اون بازی معروف. و شما آخرین مصاحبه‌تون گفتید که خدا انشالله 1000 سال بهتون سلامتی بده، با خودم به گور میبرم. آخرین جمله‌ای که فرمودید. هنوزم نمیخواد در تو این ماجرا صحبت کنید؟ یه بار پارسال یه صحبتی کردم، سپانیا برای من قیام کردن. آخه شما آخرین بروز رسانی که کردی گفتید که از داخل باشگاه پرسپولیس این اتفاق افتاد. بله دیگه، یعنی میخوام بگم من بعداً برداشت کردم، اینا فکر کردن، سپانیا فکر کردن من اون موقع میدونستم. به ما حرف زدن، آقای سردار چرا اون موقع نگفتی، چرا اون موقع فلان نکردی؟ خب اولا که من اون موقع نمیدونستم، دوم من پرسپولیس رفتم، الان چه کارم که بیام ادعا کنم؟ سوم من کسی از من سوال نکرد که مثلا یه مقام مسئولی، یه دستگاه قضایی یا یه رئیس فدراسیونی یا یه کسی مسئول باشه از من بپرسه های ماجرا رو میدونی چی بوده یا نه. خب من چی بگم آخه؟ خب این یه دفعه مثلا یه سوالی شد، ما یه چیزی گفتیم اینجوری حرف درست بزنید یه سوال میری. همچنان نمیگید کی بوده پشت قصه؟ بالاخره اون که من فهمیدم سپاهی‌ها این کارو نکردن. خب کی بوده؟ کی بود من میدونم، گفتم به گور باید بره دیگه. جدا نمیگید کلا؟ آره دیگه، گفتنش الان چون یه اتفاقاتی افتاده، مثلا اون آدمایی که این کار بودن، این کارو، من پلیس بودم بالاخره بعد از مدت ها، یعنی من پرسپولیس رفتم موقع خود جب این ور خوابید و فلان این حرفا، بعد یه موضوعی پیش اومد، من اونو بررسی کردم، به ذهنم اومد، به نتیجه رسیدم، دیدم تقریبا درسته.